19مین نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزارآلات صنعتی و کارگاهی امروز روز دوم برگزاری این نمایشگاه ویژه هستش در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان در کمربندی شرق اصفهان و حضور غرفه‌داران از سرتاسر ایران در اینجا رو داریم و البته که مردم شریفی که اینجا رو انتخاب کردن برای این لحظاتشون و صنعتگران شهر زیبای اصفهان که همیشه در کنار هم هستن. امروز هم در کنار شما بودیم و امیدوار هستیم فردا هم از این فرصت استفاده بکنیم. 10 تا 13 مرداد ماه ساعت 16 تا 22 اینجا در نمایشگاه بین المللی استان